نسمو متوحدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، برادران و خواهران اهل توحید، انشاءالله امروزینه موضوع ما از کتاب یعنی حلقه دوم است، یا اینکه رد دوم هم گوییم می شود، رد قاطع به معروف راسخ و هم مسلکانش، به تألیف علامه خراسان ابو محمد مدنی حفظه الله و رعاه. ما به کتاب، یعنی کتاب در نزد کسی اگر باشد، کتاب را گشاید، در بخش اول رسیده بودیم. از پیشگفتار، از مقدمه به بخش اول رسیده بودیم که بخش اول همین است که ذکر شبهه های جهمی ها و جواب آن، یا اینکه جواب آنها، یعنی جواب شبهات اینها. شبهه جهمی های زمانه چنین است، یعنی این شبهه اینها چی بود؟ شبهه اینها همین بود که خب سخن معروف راسخ مؤسسه این شبهه و مذهب جدید جهمی محمد معروف راسخ است. یعنی تأسیس دهنده این مذهب جهمی که هست معروف راسخ. البته در هر یک دور و زمان یک انسان میبراید، یک منهج باطل را تأسیس میدهد. به خاطر چی مثلا جهمی میگویند؟ به خاطر چی ماتریدی و اشعری میگویند؟ به خاطر چی؟ یا به خاطر چی امروزها مثلا مدخلی میگویند؟ به خاطر که یک انسان اومد، ربیع ابن هادی المدخلی، از همون منطقه مدخل، از همون جا برآمد، عقیده جهمی، طاغوت پرستی، مرجعه، عازری رو پهن کرد و علما رد زدند. و همچنین در هر دور و زمان همین گونه انسان ها میبرایند. خب و از معروف راسخ سوال کرده شد که شما در یکی از سخنهای خود فرمودید که مسلمانی که کفر بر طاغوت ندارد، آیا کفر بر طاغوت نداشته را مسلمان خطاب نمودن درست است؟ یعنی سوال است. با اون کس سوال کرده شد که مسلمانی که کفر بر طاغوت ندارد گفت. البته در اون سخنش میگوید که اکثر مسلمان هایی که کفر بر طاغوت ندارند، اکثر مسلمان ها. محمد معروف راسخ در جواب گفت بله، گفت الله در قرآن در سوره نساء آیه 136 میفرماید، چگونه که خود شما از این واقعه با خبر هستید، شنیدید که معروف راسخ چی گفت؟ گفت این اصطلاح قرآنی است. گفت این اصطلاح وجود دارد. گفت اصطلاح این چی بود؟ اصطلاح این همین بود که این گفت که اکثریت مسلمان هایی که کفر بر طاغوت ندارند، به دلیل آیت 136 سوره نساء، یعنی همین دلیل است که با عقیده معروف راسخ گفته می شود که هر کسی که کفر بر طاغوت ندارد، همین آیت دلیل است. آیت چی بود؟ آیت یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیاورید به الله و رسولش.
و کسانی که ایمان صحیح نداشتند ایمان آورده خطاب نمود و این مسلمان گفتن استعمال شرعی است. این یعنی استعمال چی است؟ شرعی است گفت. و شبهه دیگر، این حاضر سخنها فقط درباره سخنهای شبهناک اینها ردیه بعداً می آید. بعداً انشاءالله که به اینها به هر یک سخن اینها رد زده می شود. سخن ابوالغریب در اینجا چی بود؟ وقتی ما رساله نوشتیم که یعنی در اینجا شیخ گفته ایستادند که وقتی ما رساله نوشتیم و به این شبهه راسخ یعنی پاسخ یعنی جواب دادیم، شخص دیگر به نام ابوالغریب در دفاع نمودن راسخ قیام کرد و دو ضبط صوتی را چیکار کرد؟ در دفاع معروف راسخ منتشر نمود. یعنی در دفاع معروف راسخ که در آنجا آشکار و واضح میگوید که هر کسی کفر اکبر رو در عمل انجام دهد کافر است. کافر است، موحد نیست ولی مسلمان گفته می شود، ولی نه مسلمان حقیقی. باز میگوید کفر اکبر کرده چون که کفر بر طاغوت ندارد کافر است و مؤمن نیست اما مسلمان گفته می شود ولی نه مسلمان شرعی. توجیهی که در این باره راسخ این سخن ابوالغریب رو شنیده چی گفت؟ گفت که همین سخن ابوالغریب رو تصدیق نموده و به ابوالغریب تزکیه داده و فرمود برادر تاجیک ما ابوالغریب خوب بیان کردند، الله اجرشون بدهد. گفت که این رو مقصد هر یک شما شنیدگی هستید و این سخن ابوالغریب رو به راسخ ارسال نمودم. یعنی هم سخن شیخ وقتی که به راسخ ارسال نمودن، راسخ این سخن رو باری دیگر گوش کرده ولی براعت نکرد از ابوالغریب جهمی. سومین سخن کی است؟ سخن ابو ابراهیم یا که ابوالغربا که این سخنش چی بود؟ سخنش همین بود که سلف و صالح، یعنی سخن سلف و صالح راجح است، یعنی در نزد ابو ابراهیم به نام غربا که اینها ابوالغربا هم میگوید معروف راسخ، میگوید که سخن سلف و صالح راجح است، هر کسی که کفر بر طاغوت ندارد یعنی کافر است او را مسلمان گفته می شود، نه مسلمان حقیقی. کدام سلف گفته است که یک انسانی که کفر بر طاغوت ندارد او را مسلمان گفته می شود و مسلمان لغوی یا که نه مسلمان حقیقی؟ زیرا که ما مسلمان دو نمود مسلمان داریم، یکیش مسلمان حکمی یا اسمی، یکی دیگرش مسلمان حقیقی هست. همون مسلمان لغوی که محمد امین شنقیطی که در آینده می آید مسلمان حکمی اسمی را گفته ایستادند که ظاهرش یعنی ما حکم که به ظاهر که است به ظاهر حکم اسلام میتیم به اون. و میگوید که این مذهب ابن عباس و ضحاک و مجاهد و ابن جریر طبری است و گفت بخصوص مسلمان نامیدن کفار به خاطر دعوت مصلحش خوب است. به خاطر دعوت یک انسان طاغوت پرست را شما رفته ای برادرم ای مسلمان گفته دعوت کنید،
شما برادری مسلمانی من هستید، گفته یک طاغوت پرست رو دعوت کنید، این خوب است میگوید. یعنی وقتی که رفتی به یک طاغوت پرست تو چی میگویی؟ دعوتش کنی، تو برادری من هستی میگویی. وقتی که او را برادرت گفتی، مسلمانش گفتی، چگونه او را تو به توحید دعوت میکنی؟ چگونه او را تو از شرک آگاه میکنی؟ ای برادری مسلمانم، در حکومت کار کردن این گناه هست میگویی مگر؟ یا یک انسان قبر پرست رو رفته ای برادری قبر پرستم، ای برادری مسلمان قبر پرستم میگویی، چی میگویی؟ همین است مصلحه مگر؟ در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اشکار و واضح گفتند که قل، بگو یا ایها الکافرون، ای کافرون. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم مصلحه رو از اینها دیده خوب نمیدونست؟ مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نعوذ بالله به گفت اینها مصلحه رو نمیدونست؟ کافر و مشرک رو نمیشناخت؟ دعوت کدام وقت خوب است و کدام وقت بد است نمیدونست؟ مگر اینها اینقدر خود دانو گرفتند که حتی دانوگی اینها به جای رسید که رسول الله رو تحقیر کردن خود بیخبر هستند. عاقبت مذهب ایجاد کرده جهمی ها همین است. عاقبت مذهب جهمی ها ایجاد کرده شون همین است. اینها اومده آهسته در پایان گوش کرده، زپس کرده، برده در اونجا بازی میکنن، لیکن در جایی که منهج بیان کردن باشد اینها رو دیده نمی شود. اما اهل توحید برای زدن، اهل توحید برای رد کردن به عقیده باطل خود همیشه آماده هستند. اما کفار و مشرکین برای اونها برای مصلحه مسلمان گفتن بهترین است. میگن اعوذ بالله. این یکی از الولا و البرا نداشتن اینها رو اثباتش است. اینا الولا و البرا ندارن. ملت ابراهیم در ملت ابراهیم هم نیستن اینها. مگر ابراهیم علیه السلام ای برادر جان، ای برادر مسلمانم، بیا به الله ایمان بیاور، از طاغوت دور بشو گفت؟ همین گونه دعوت کرد. مگر در حالی که الله سبحانه و تعالی اسوه حسنه، بهترین نمونه، مگر این مصلحه شما از نمونه ای که الله سبحانه و تعالی در ابراهیم گذاشت از این دیده بهتر است؟ ای جهلا، ای جهمی ها، از الله نمی ترسید شما؟ سبب چی است؟ سبب جهل است، سبب کبر است، سبب غروری پوچ، غروری که پوک است، در درونش هیچ نیست. یک پیسته که، یک چورمغزی که در درونش هیچی ندارد. بمیستی همین است. اینها برای همون عقیده که نباشد انسان به هر گونه کفریات و شرکیات می رود. البته خب بیایید سخن شیخ دوام میتیم انشاءالله. حتی این جاهل که از الغای وحشی گمراه تر است، یعنی مقصد از الاغ وحشی گوییم، اکنون الاغ یعنی از خری وحشی دم دیده چی است؟ گمراه تر است. یک رساله آماده نموده است که گویا سلف و صالح همه کفار را مسلمان می نامیدند. یعنی سلف و صالح همه کفار را مسلمان می نامیدند. البته رساله او خیلی که به شما معلوم است که بیگاهی منتشر شد. فرد و سحرش بر اومده گفت که نه، من این سخن رو نگفتم. الله المستعان. این شرمندگی رو
هر یک شما شاهد شده بودید که برآمد اون سخنش تا حال وجود دارد. فردا برآمد گفت نه من این سخن رو نگفتم. اینها مقصد بیماری عقلم دارند که کمتر عقلشون والله اعلم زائل شده است. سخن ابو مسلم افغانی، شبهات اونها. ابو مسلم به من عقیده اش را نوشته کرد که شیخ میگویند که من این جانش یعنی من اینجا نوشته او را چکار میکنم میگذارم و آن در همین پایان حاضر میخونیم سخنهای ابو مسلم جهمی افغانی دیگر را. باز میگوییم، یعنی ابو مسلم گفته است که باز میگوییم هر کسی که کفر اکبر ظاهر را انجام دهد مشرک و مرتد و کافر است. اسم اسلام و ایمان از او یعنی برداشته می شود، ولی مقیدا نسبت بعض ایمانیاتی که دارد، مثل این که ایمان به ربوبیت الله دارد، می شود گفت تسلیم و مؤمن به ربوبیت الله هستند. این مسلم و مؤمن گفتن شرعاً گفته نمی شود، بلکه لغتاً گفته می شود و برایشان داده می شود. یعنی همین گونه اسم داده می شود، یعنی مؤمن شرعی، مسلم شرعی نیو، مؤمنی و مسلم لغوی. هر کسی که کافر را یعنی مسلمان و مؤمن بگوید و این را اصطلاح شرع بداند و تکفیر نکند کافر است، به اجماع از خود این شخص اسم ایمان و اسلام برداشته می شود شرعاً و اسم کفر و شرک داده می شود. تمام. در یک جا سخن اولش و سخن دیگرش یعنی کمی تناقض دارد. بالاخره این شبهه های اونها است، یک به یک خونده می رویم. این است عقیده ما و منهج ما. البته این سخنهای ابو مسلم است. در مورد مسلم و مؤمن حقیقی و حکمی، هر کسی که کفر را اظهار کند کافر است، اگرچه نماز بخواند، توحید را به زبان بیاورد، چون نقیضان را جمع کرده. من در نوار صوتی های خود گفتم هر کسی که در قلب کافر است ولی در ظاهر اسلام دارند، ما حکم به ظاهر میکنیم. این به چیزی که ما گفتیم منافات هرگز ندارد اگر اندکی انصاف کنی. گفته یعنی سخن ابو مسلم بودین. خلاصه سخن ابو مسلم این است که سه نوع مسلمان وجود دارد: مسلمان حقیقی، مسلمان حکمی، مسلمان لغوی یا غیر شرعی. ملحدین و کمونیستان و همه کفار را می شود مسلمان لغوی و یا غیر شرعی خطاب کرد. یعنی هر کسی که یهود و نصارا و مشرکین را مسلمان نامید، ما باید از او سؤال نماییم که قصد او از این کدام مسلمان است، مسلمان شرعی یا لغوی؟ والعیاذ بالله. در این حالت البته که حکمی عاذر المشرک از بین می رود، که مثلا از کجا میدونی؟ میگد وای شاید مسلمان لغوی باشد. میگد یعنی انمین منهج باطل رو اینها ایجاد کرده و بالاخره کفر و شرکیات رو پهن کردن. والعیاذ بالله. در اثنای نوشتن این کتاب، خود یعنی کتابی که از ما خونده ایستادیم، در اثنای نوشتن
این کتاب شیخ الله سبحانه و تعالی حفظشون کند، در اسنای همین نوشتن همین کتاب بودم میگم که محمد معروف راسخ و ابوالغریب تاجیکی و ابو مسلم افغانی باز سخن جدید و واضحتری را در رابطه به این شبهه گفتند که ما حالا به شما عیناً سخن آنها را ذکر خواهیم کرد. محمد معروف راسخ گفت کسانی که کفر بر طاغوت ندارند آنها کفار هستند، ولی ما آنها را مسلمان لغوی گفته می توانیم، زیرا سلف و صالح کفار و مشرکین را مسلمان لغوی گفته اند و اگر کسی کفار و مشرکین و کفر بر طاغوت نداشته ها را بدون قید هم مطلق مسلمان گوید، این سخن کفر نیست. البته این سخن را هم به شما ما گذاشته بودیم، خیلی که معروف راسخ گفته بود که بدون قید هم یعنی که هیچ کار نمی کند. می شود که انسان کفر به طاغوت نداشته ها را مسلمان بگوید، کافر نمی شود گفت، کافر نمی شود گفت. حتی سبحان الله، کفار و مشرکین را مطلق مسلمان گفته شود هم این کفر نبوده است، در حالی که از سلف صالح اجماع است که هر کسی که یهود و نصارا را تکفیر نکرد به اجماع کافر است، به اجماع کافر است. و اما ابوالغریب سخن نوش چی بود؟ ابوالغریب سخن نوش همین بود که سلیمان علیه السلام آفتاب پرستان را مسلمان گفته است و هر کسی این سخن را کفر شمارد، این سخن را کفر شمارد، مسلمان شماریدن کفار را کفر شمارد. یعنی ما آفتاب پرستا را مشرک میگوییم و ابوالغریب گفته ایستاده است که اگر کسی همین آفتاب پرستا را کافر گوید، مشرک گوید، کافر است میگوید. اعوذ بالله. شنیده ایستاده؟ هر کسی آفتاب پرست ها را به عقیده ابوالغریب جهمی، یک انسان شما دیدید که به آفتاب سجده کرده است، به علاب سجده کرده است، یا به یک هیکل، به یک بت، به یک قبر سجده کرده است، فرقش چی است؟ شما رفتید و گفتید که این مشرک است، اعتقاد کردید مشرک است و تکفیرش کردید که این مشرک است، آفتاب پرست و قبر پرست و آتش پرست، درخت پرست است. با عقیده ابوالغریب همین انسانی که مشرک تکفیر میکند کافر است خودش. و حتی چی گفت؟ حتی گفت که زنش هم طلاق است گفت. اعوذ بالله. خب زیرا قرآن رو انکار کرده است میگوید، یعنی با شبهه را دیده ایستاده، یعنی یک انسان مشرک گوید قرآن رو انکار کرده است و همه کفار و مشرکین رو مسلمان شمارید، ولی مسلمان غیر حقیقی. یعنی آفتاب پرستا رو این گفت که چی هستند؟ مسلمان هستند، مسلمان لغوی، و این را سلیمان علیه السلام گفته است. اعوذ بالله. اعوذ بالله. ابو مسلم را برادری سوال کرده که به او سوال کرد که یعنی که شبهه بعدی ابو مسلم که یهود و نصارا و بت پرستان را می شود مسلمان بگوییم از نظر لغت؟ گفت بله می شود، بله می شود، والعیاذ بالله. و هر کسی که نخواهد صدد این گمراهان، یعنی راه این گمراهان رو و سخن اینها رو بشنود و به این و
با سخنهای اینها، با سخنهای این مشرکین، با سخنهای این جهمی ها، البته که شنید و انکار نکند، البته این گونه انسان خودش به کفر گرفتار میشود. این جهمی ها به این اعتقاد باطلشان از 3 آیت قرآن حجت گرفتند. اولینش سوره مبارکه نساء آیت 136، سوره مبارکه بقره آیت 208، سوره مبارکه حجرات آیت 14. ما حقیقت هر دو این آیت، سوره مبارکه نساء آیت 136 و سوره مبارکه بقره آیت 208 را در رساله قبلی بیان نمودیم و باطل بودن استدلال آنها را آشکار کردیم، ولی آیت سوره مبارکه حجرات یعنی آیت 14 را در این رساله چیکار میکنیم؟ بیان خواهیم کرد. در این کتاب میگذاریم به جواب این شبهه، به جواب این شبهه. البته تا شیخ اومدن تا جایی که انشاءالله ما شبهه ها رو، یعنی که طرز رد زدن، مثال 1 2 3 ترتیبا هست، ترتیب قطعی هست. به همین خاطر انشاءالله وقتی که شیخ اومدن ما صحبت به انجام میرسونیم، بعدا با فردا دوام میدهیم انشاءالله. جواب به این شبهه هایی که اینها در اینجا ما پیشتر ذکر کردیم، به این شبهه از چند جانب و وجه جواب خواهیم گفت. اولین جوابی که هست، کتاب نظر کنید، اولا گفته به سرخ نوشتگی است: به اجماع سلف و صالح حکم انسان‌هایی که در دنیا به ظاهر بوده و در قرآن و سنت تنها 2 قسم انسان وجود دارد. این اجماع سلف است. یعنی در نزد سلف و اجماع سلف انسان‌ها به 2 قسم تقسیم شدگی هستند: مسلمان و موحد، کافر و مشرک. هرگز قسم سوم انسان که کافر و مسلمان باشد و مشرک و موحد باشد وجود ندارد. و هر کسی که چنین ادعا را کرد که قسم سوم وجود دارد، 2 نقیضان را در یک جا جمع نمود. یعنی 2 چیزی که با هم چی هستند؟ مخالف هستند و این سخنش مخالف قرآن و سنت و اجماع سلف این امت است. یعنی این سخن کردهش. به همین خاطر ما مسلمان داریم. الله سبحانه و تعالی می فرماید که مسلمان داریم و کافر. هو الذی خلقکم، او الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که شما رو خلق کرد. خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. از شما هست کسانی که کافر هستند و از شما هست کسانی که مؤمن. یعنی 2 طایفه است: طایفه کفار و طایفه موحدین یا که مؤمنین یا مسلمین. والله بما تعملون بصیر. الله سبحانه و تعالی به آنچه میکنید، الله چی است؟ بینا هست. ابن حزم این سوره مبارکه تغابن آیت 2 بود و ابن حزم میگویند که در الفصل في الملل والاهواء والنحل، در اینجا میفرمایند که میگویند
فصح يقينا أنه ليس في الناس ولا في الجن إلا مؤمن أو كافر، فمن خرج عن أحدهما دخل في دخل في الآخرة. يعني که دخل في الأخرى میگه که مثلا آخرة، یعنی که پس یقینا صحیح است که میگوید که نه در انسان ها و نه در جن ها بجز مؤمن و یا کافر دیگر قسمی نیست. پس هر کسی از یکی اش خارج شود به دیگری داخل می شود. از یکی اش خارج شد به دیگرش داخل می شود. یعنی انسانی که از ایمانش خارج شد کافر مشرک می شود. انسانی که ایمان آورد از کفر و شرک بیرون شده به ایمان، به توحید، به اسلام داخل می شود. و باز می فرماید والاجماع والنصوص قد صح كل ذلك على أنه لا دين إلا الإسلام أو الكفر. من خرج من أحدهما دخل في الأخرى ولا بد إذا ليس بينهما واسطة. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم. وهذا حديث قد أطبق جميع الفرق. یعنی که حدیث بیایید به معناش رویم. اجماع و نصوص صحیح ثابت است که دین نیست بجز اسلام و یا کفر. پس هر کسی از یک خارج شود به دیگرش داخل شده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم دو دین را ذکر نمودند، کفر و ایمان، و هرگز دین سوم را قرار ندادند. هر کسی در دین اسلام است مسلمان است و هر کسی در دین کفر است کافر است و هرگز بین کفر اکبر و اسلام در یک جا جمع نمی شود. مثل کافر مسلمان. یگان انسان هم کافر هم مسلمان شده نمی تواند. البته اینها جهمی ها که فهم ندارند که جدا کرده نمی توانند، یعنی مؤمن و موحد و کفار و مشرکین جدا کرده نمی توانند. انسان ها دو طایفه، دو قسم هستند. الله سبحانه و تعالی می فرماید و ما یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. و این سخنی که از ابن حزم بود، این هم در کتاب الفصل فی الملل والاهواء والنحل چاپ مکتبه خانجی قاهره جلد 3 صفحه 129. الله سبحانه و تعالی می فرماید که هر کسی که به غیر از دین اسلام دیگر دینی رو خواست، او هیچگاه از او قبول کرده نمی شود، پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیان دیدگان می گردد. و هر ملتی که مخالف ملت اسلام است آن کفر است، مثل یهودیت و نصرانیت و علمانیت و دموکراتیا و بودیست ها و قبوری ها و بتپرست ها و فرقه های از کفار و بتپرستان و دیگر احزاب کفری و شرکی که مقصد اونها اهلش کفار می باشند.
اهل ملت اسلام مسلمان و اهل غیر ملت اسلام کفار است. یعنی هر کسی که در اسلام است مسلمان است و هر کسی که از اسلام بیرون است کفار و مشرکین است و قسم سوم وجود ندارد مثل کافر، مسلمان، لغوی و غیره. و همچنین ابن جریر می‌فرماید قال ابن جریر فمنهم من هدى الله يقول فممن بعثنا فيهم رسلنا من هدى الله فوفقه للتصديق رسله والقبول منها والإيمان بالله والعمل بطاعته ففز وأفلح ونجا من عذاب الله. ومنهم من حقت عليه الضلالة سوره نحل آیت 36 يقول وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم آخرون حقت عليهم الضلالة فجاروا عن قصد السبيل فكفروا بالله وكذبوا رسله واتبعوا طاغوت فأهلكهم الله بعقابه وأنزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. و این دلیل است که هر قوم به آنها رسول فرستاده شود به دو قسم تقسیم شده اند، مسلمان و کافر. فمنهم من هدى الله، از اونها هستند که الله سبحانه و تعالی هدایتشون میکنه و از اونها کسانی هستند که حق اونها چی است؟ ضلالت است. و دو قسم تقسیم شدند، مسلمان و کافر، و هرگز قسم سوم وجود ندارد مثل اون که کافر را مسلمان لغوی نامگذاری کردند. الله سبحانه و تعالی بازم میفرماید که در اینجا ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون. و براستی به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را چکار کردیم؟ فرستادیم که الله یکتا را عبادت کنید. ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون. اما آنان به دو گروه تقسیم شدند، مؤمن و کافر، که با هم چیکار کردند؟ با هم خصومت میکردند. و از مجاهد رحمه الله تفسیر این آیه آمده است که مجاهد فرمودند فاذا هم فریقان یختصمون قال مؤمن و کافر. مؤمن و کافر یعنی دو طایفه. این طایفه چی بودن؟ طایفه های مؤمن و کافر. و دومین وجه جواب به شبهه اینها انشاءالله که منهج سلف صالح در انکار و تکفیر اهل بدعت، که بدعت آنها مکفره بود و تکفیر عاذری معلوم و مشهور بوده، به اجماع نقل شده است. انشاءالله در حلقه سوم از همین جا این منهج سلف رو انشاءالله که بیان کرده می رویم. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.